بچه ها نگاه کنید روی تخته رو چند تا کلمه نوشتم. میخوایم بچه ها اینا رو بخش و صدا کشی کنیم. کلماتی که توی درس جدیدمون داشتیم، درس او اول، او غیر اول، صدای کشیدنی او، صدای کشیدنی او. یکی از کشیدنی هامون که بچه ها یاد گرفتیم صدای او بود، او اول، او غیر اول. او اول میاد همیشه، به غیر از این هم نمیشه. او غیر اول، غیر از اول همه جا میاد. غیر از اول که جای اینه، او غیر اول همه جا میاد. وسط، دوم، سوم و غیر از اول همه جا. حالا چند تا کلمه نوشتیم بچه ها نگاه کنیم. میخوام اینا رو بخش و صدا کشی کنیم. کلمات رو با هم دیگه بخونیم بچه ها. امید، امید، شتر، مدیر، درست، درشت، سره، دشمن، دشمن اشو نذاشتم، دشمن، شستم، بریدم، مبارزه، مبارزه، دم، بز، رب، ترش، مرد، سم، برد، شد، شست، مشت. امید بچه ها، امید با تلفظ دهانمون بخشش مشخص میشه. بخش اول او، نشانه جدیدمون او. کدوم او؟ او اول. چرا اول؟ چون اول اومده او. بخش دوم بچه ها مید، مید. حالا خونه بخش و خونه صداشو مشخص کردیم، میذاریم سر جاش. میگیم او، صدای اول او، او. بخش اول او، صداش او، صدای اولش هم او. بخش دوم مید، مید، ای، د. چند صدا داره بچه ها؟ 3 صدا. آفرین. امید. پس بخش دومش بچه ها 3 تا صدا داشت. کلمه بعدی شتر بچه ها. شتر. بخش اول شو، اوش با رنگ قرمز، نشانه جدید با قرمز. شو. بخش دوم تور، تور، نشانه جدید با قرمز. شو، ش با او میشه شو، شو، او. صندلی میخواد بچه ها. او، شو. تور، توته، او غیر اول و چی بچه ها؟ ر، شتر، ر، شتر. کلمه بعدی مدیر بچه ها. م با او میشه مو، مو. بخش دوم دیر، دیر، مو، مو. صندلی باید براش بکشم. مو، مو. دیر، د، ای، ر، مدیر. کلمه بعدی درست. مادر آش رشته، درست، درست کرد، درست. د با او میشه دو، دو. ر با او میشه رو، رو، دو، رو. د با او دو، ر با او رو، دو، رست. بخش دوم رست. د با او دو، صندلیشو بکشم میره بالای صندلی میشینه. دو، رست بچه ها. ر، او، س و ت. درست. دو،
رست درست. کلمه بعدی بچه ها درشت. د با او میشه دو دو. بخش اول دو، بخش دوم روش. ر با او رو رو ش ت درشت. د با او میشه دو، صندلیشو براش میکشم، او غیر اول دو رو. ر با او رو ره، اینم صدای او دو رو. ش غیر آخر و ت میشه دو رشد. صداهاشو گذاشتم توی بخش خودش. درشت. کلمه بعدی بچه ها سرسره. س با او سو سر سر. بخش دوم سر سو سو. ر سر سره. حالا صداشو میذارم سر جاش. بچه این ای رو بد نوشتم ببخشید. سر سره. س با او سر سر. س با او دوباره سو سر سو. ر سر سره سر سره. کلمه بعدی بچه ها دشمن. د با او میشه دو دو دوش. بخش اول دوش دوش. بخش دوم من. د صندلی او رو میکشم و غیر اول دوش ش دوش. من م ا ن دشمن. کلمه بعدی شستم بچه ها. ش با او میشه شو شوس شوس. تم تم. ش شو با او میشه شوس شوس. تم ت ام تم ت ام شستم. بریدم بو ری دم. ب با او میشه بو. ب با او میشه بو. ر با ای میشه ری. د ام بریدم. مبارزه بچه ها. مو با ر صدای ر ز مو مو. با ب با میشه با. ر با میشه ر ر میره زیر صندلی میشینه بچه ها. مبارزه مبارزه. حالا بچه ها چند تا از کلمه های یه بخشی رو بچه ها نوشتیم. میخوایم بخشون گفتیم یه بخشی یا خونه یه بخش نمیخوان. اینا چند بخشی بودن. امید شتر مدیر درست درشت سر سره دشمن شستم بریدم مبارزه. حالا دم چند تا صدا داره بچه ها؟ دم د ام د او م. یه بخشی ها خونه یه بخش نمیخوام بچه ها. 3 تا صدا داره. یه صدا د، یه صدا او، یه صدا م. دم. بز بچه ها. بز یه صدا ب، یه صدا او، یه صدا
ز. بز چند تا صداست؟ یه صدا، دو صدا، سه صدا. رب بچه ها، رب یه بخشه. ر او ب. رب یه بخشی ها، خونه یه بخش، پس چی بچه ها؟ نمیخوان. رب. ترش بچه ها، ت او ر ش. چند تا صدا داره؟ یک دو سه چهار. ت او ر و ش. چند تا صدا داشت؟ یه صدا، دو صدا، سه صدا و چهار صدا. مرد. میم م با او مو ر د. مرد. یه بخشی ها، خونه یه بخش، نمیخوان. سم 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 اسب، سم. او م سم. چند صدا داره؟ سه صدا. برد. ب او ر و د. یه صدا، دو صدا، سه صدا و چهار صدا. برد. برد. شد. ش او و د. یه صدا، دو صدا و سه صدا. شست بچه ها، شست. ش او سه. بقیه صداشو پایین می نویسم. و ت. چند صدا داره؟ چهار صدا. چهار صدا. بچه ها ببین صداهاش چون جلو جا نشد من دوتاشو زیرش نوشتم، اشتباه نکنید. ش یه صدا، او دو صدا، سه یه صدا و تم یه صدا. شد چهار تا صدا. مشت. میم او شت. یک دو سه چهار. یک م دو او سه ش و آخرش هم ت. مشت. یه صدا، دو صدا، سه صدا و چهار صدا.